هزاران هزار سال است رودی پر آب پهنه سخت گذر زاگرس چین خورده را یک نفس در می نوردد تا به ابرهور خوزی ها در جنوب باختری فلات ایران سرریز شود. نه پهنه دشت های فراخ و نه بلندای رشته کوه‌های پشت بر پشت نتوانستند راه را بر این مسافر پرهیاهو ببندند. نام این رود در جغرافیای سیاسی کهن‌ترین تمدن‌های باختر آسیا از اولیپی‌ها و آشوریان گرفته تا ایلامیان، کاسیان و مادها آمده است. کوه‌ها اهرام تمدن زمینند و درهایش گذرگاه‌های پر رمز و طلسم و افسانه‌ای این تمدن بی همتا را در خود پنهان کردند. چرخ یاب در دل کوهستان خود پدید آورنده ویژگی‌های منحصر به فردی در اکوسیستم خاص منطقه است. دره‌های عمیق که در دل صخره‌های سخت پدید آمده است حاصل حرکت آب‌هایی است که ابرها طی صدها و گاه هزاران سال سنگ‌ها و صخره‌ها را تراشیده و آبراهه‌هایی ساخته‌اند که با پیوستن به هم رودخانه‌ها را تشکیل داده‌اند.